جایگاه عبد بودن بزرگترین شرف برای چه؟ برای بندگان. تو این آیه داری دقت میکنید خداوند میگه چه؟ فادخلی فی عبادی، داخل بشو. حالا که تو بندگی من کردید، با نفست مجاهدت کردید، نفستو مطیع من کردید، تو به درجه مطمئنه رسیدید، اطمینان، حالا اجازه دارید وارد چه؟ جمع بندگان خالص من بشید. فادخلی فی عبادی. دیگه چی؟ میگه وادخلی جنتی، هر هشدر بهشت من بازه. حالا برو داخل بهشت من شو، حالا برو تو فردوس قرار بگیر، حالا برو اونجا دیدار انبیا بکن، کنار کسانی که منو دوست داشتن و در دنیا بندگی کردن تو هم بندگی کردی، مجاهدت کردن تو هم مجاهدت کردی، اطاعت و فرمانبرداری کردن تو هم کردید. حالا برید با هم جمع بشید.